5 تا از بهترین پنالتی زنهای جهان تو سال 2025. اینا فقط گل نمیزنن، اینا پادشاه نقطه پنالتی هن. شماره 5 رابرت لواندوفسکی، اسطوره خونسرد. اون وای میسته تا دروازه‌بان حرکت کنه، گوشش رو انتخاب میکنه و پنالتی زدن رو مثل آب خوردن آسون نشون میده. شماره 4 برونو فرناندز، پادشاه تکنیک پرش و مکس. زبانبندیش عالیه، جایگیریش دقیقه و اعتماد به نفسش هیچ وقت کم نمیشه. قبل از اینکه بریم سراغ ستای اول یه لایک بکوب و فالو یادت نره. شماره 3 ایوان تونی، یکی از مطمئن ترین متخصص های پنالتی دنیا. تونی دروازه‌بان رو آنالیز میکنه، ضربش رو با تأخیر میزنه و طوری تموم میکنه انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. شماره 2 ارلینگ هالند، پنالتی های اون ترکیبی از قدرت خالص و دقته. حتی اگه دروازه‌بان جهت رو درست تشخیص بده، توپ ازش رد میشه. از فاصله 11 متری غیر ممکنه بشه هالند رو متوقف کرد. و اما شماره 1، به نظرتون کی لایق رتبه اوله؟ هری کین، نیمار، رونالدو یا امباپه؟ تو کامنت ها بگو سلطان پنالتی کیه؟